معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف روز چهارشنبه 30 آگوست سال 2023 در آرامگاه سر اوسیای شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. مراسم نماز جنازه او تحت تدبیرهای شدید امنیتی وقت نماز پیشین در مسجد سر اوسیو برگزار شد. مقامات به خبرنگاران اجازت ندادند که از این مراسم عکس و ویدیو بگیرند. آنهایی را که عکس و ویدیو گرفته بودند مجبور کردند که آن عکس و ویدیوها را از تلفن‌های خود پاک کنند. سبب چنین رفتار مقامات روشن نیست. خود آنها سبب منع عکس و ویدیوگیری از مراسم ویدو و دفن شورت اسمت‌اللهیف شرح ندادند. حسن اسمت‌اللهیف مدیر مرکز رودکی پلازا و برادر شورت اسمت‌اللهیف روز 31 آگوست بعد دفن برادرش در صفحه‌اش در فیسبوک به مردم و مقامات برای حمایت و پشتیبانیشان در این روزهای مصیبت اظهار سپاس کرد. میخوام از نام خودم و عائله‌مان به کل دوستان، رفیقان، شناسان و تمام نفرانی که در مدت 67 روز در بر ما بودند، با ما غمشریک بودند، اظهار سپاس کنم. خداوند از همه شما روزی باشد. تشکر زیاد به همه آنهایی که نسبت عائله ما دعای کردند. درخ برادر شهید ما اکای شورت جان دعای خود را دریغ نمی داشتند. خداوند مصیبت و امتحانی که به سر عائله ما آورد به یگان عائله تاجیکستانی عزیزمان نشان ندهد. به استثنای عائله قاتلان، تشکیل کنندگان، روپوش کنندگان و این گونه رستم بشیره و دلشاد بشیره ها را تا به حال دستگیری میکردگیان خداوند خور و ذلیل تان گرداند. نوشته است برادر غمزده شورت اسمت‌اللهیف. شورت اسمت‌اللهیف که 49 سال داشت در گذشته رهبر نمایندگی شرکت پولفرستی وسترن یونیون در تاجیکستان بود و چند سال آخر معاون اول رئیس اوریون بانک و عملا دست راست رئیس این بانک حسن اسدالله‌زاده بود. او را آدم ربایان شام 23 ایون از نزد خانه‌اش در کوچه زکریا روزی نویه اسماعیل سامونی 4 نفر به ماشین رنگ سیاه خونده صنعت بار کرده به یک منزل از پیش به اجاره گرفتهشان به دهه شاداب جماعت چارباغ نویه ورزو بردند. بعد 7 ساعت شکنجه ساعت 3 شب 24 ایون اسمت‌اللهیف جان داده است. آدم ربایان جسد او را همراه ماشین به دریا پرتافته به هر طرف فرار کردند. جسد اسوی آدم ربایان به دریای زرافشان پرتافته شورت اسمت‌اللهیف را بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست اسویل زرافشان در حدود جماعت سرزم پنجکن در نزدیکی مرز با ازبکستان پیدا کردند. بنا به فرضیه تفتیشات رهبر گروه آدم ربایان دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد ازبه کارمند سابق مقامات مختلف حفظ حقوق تاجیکستان باروده داشت بعد کشتن و به دریا پرتافتن جسد اسمت‌اللهیف به روسیه پناه برده است. منابع بامداد میگویند که دلشاد کراسافچک قبل از ربودن اسمت‌اللهیف هم در صف زرخریدان چویکا واگنر در اوکراین می جنگید و بعد فرارش از تاجیکستان نیز در یکی از پایگاه‌های زرخریدان در قلمروهای اشغال شده اوکراین پنهان شده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده از 28 آگوست به سفر کاری در مسکو قرار دارد. قرار است او با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف از جمله مسئله بازداشت و استرداد دلشاد سید مرادوف در میان گذارد. باور می رود که بعد هلاکت فرمانده چویکا واگنر بر اثر سقوط هواپیمایشان امکان دستگیر کردن و به دوشنبه آوردن دلشاد ازبه بیشتر شده است.